اما اصل سوم میفرماید که ان من اطاع الرسول و وحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله و رسوله ولو كان اقرب قریب. هر کس از رسول الله اطاعت کند و الله را با توحید یگانه بداند، یعنی تنها او را عبادت نماید، تمام نمایهای عبادت از باره او صرف نماید، برای او جایز نیست که دوست با خود قرار بدهد که آن دوستان دشمنان الله باشند، مخالفت فرمان الله را نمایند، حتی اگر شخصان نزدیکترین بر او باشد. ان من اطاع، هر کسی که الله را اطاعت کرد، من در اینجا شرطی است، مرد و زن رو در بر میگیرد. اطاع الرسول، شهادت میدهد که محمد صلی الله علیه و رسول الله است. هر کسی که شهادت میدهد که محمد رسول الله است، پس مقتضای این شهادت چیست؟ چی رو طلب میکند؟ و مقتضای شهادت این است که آن است که انسان در آن چی را که بر آن امر فرموده شده است اطاعت کند، خبرهای رسول را تصدیق نماید و از هر آنچه که نهی کرده است خود را باز دارد، دوری بجوید. و وحد الله، یعنی شهادت بدهد که نیست معبود بر حق جز الله، یعنی الله را تنها و یگانه در عبادت قرار دهد. لا یجوز، یعنی حرام است، جایز نیست، له بر وی، برای چنین شخص اطاعت کردن از غیر الله جایز نیست. بر شخص موحد جایز نیست که دوستی کند با کسی که مخالف امر الهی را انجام میدهد یا که امر رسولش را. موالات من حد الله، موالات یعنی محبت، دوستی شدن، پیروی کردن، موافقت نمودن با او، این جایز نیست. موالات من حد الله و رسوله، هر قریب و نزدیک و هم دور را در بر میگیرد. حد الله و رسوله، کلمه محاده یعنی مخالفت می، هر کس که امر الهی را مخالفت می نماید ضد امر الهی است، با وی البته که دوستی کردن جایز نیست. کسی که الله و رسولش را مخالفت می نماید باید در یک طرف قرار بگیرد و تو در یک طرف قرار بگیری. و در کجای میخواد قرار بگیرد، اما در طرف و خویه دین باشی، با الله باشی. ولو کان اقرب قریب، میفرماید مؤلف، حتی اگر نزدیکترین شخصش با او باشد، که اگر که مخالفت امر الله و رسول الله را نمود، تو باید از او دوری بجویی. پس هر کسی که الله را با توحید بشناسد و رسول او را اطاعت نماید، هرگز نباید دوستی و محبت نسبت به کسانی که دشمنی به الله و رسول الله نماید بنمایند، بر آن جایز نیست. محبت با دوستی تنها با ایمان، با اهل ایمان است، با اهل توحید است. حتی اگر مخالف پدر باشد، برادر باشد، نزدیکترین کس باشد، یعنی ایمان با توحید این محبت خالص را از برای الله با اهل توحید کردن را جایز و روا میشمارد و مخالفان را نه. و دلیل این گفته ها قول الله سبحانه و تعالی است در سوره مجادله آیت 22 که میفرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر تا آخر آیت. لا تجد، الله میفرماید ای پیامبر، ای رسول صلی الله علیه و سلم، ای رسول الله، تو نمیابی، این گونه انسان پیدا نمیکنی، یعنی هیچ وقت این گونه انسان پیدا نمیشود. چگونه انسان؟ اینجا نفی است، انکار کرده شده است. لا تجد قوما در جای نکیره هست، با صیغه نفی میگن اومده است، پس معنای عمومی دارد، یعنی قوم و قوم هیچ کسی از قوم هیچ از انسان تو نمیابی در هیچ وقت و زمانه. پس صفت آن قوم چی است؟ آنها رسول الله اطاعت فرمانداری میکنن، الله را میشناسن. برای همین گفت یؤمنون بالله والیوم الاخر، آنها ایمان به الله و روز آخرت، روز قیامت دارن. یوادون من حاد الله و رسوله، تو این گونه انسان را نمیابی که در یک مورد الله و رسول الله را دوست بدارن، دعوای محبت الله و رسول الله نمایند، باز با دشمنان الله دوستی نمایند. یعنی آنها دوستی نمیکنن با کسی که دشمن الله و دشمن رسول الله هست. پس دشمن الله و رسول الله این کافران هستند. جز کفار کسی بر الله و رسول الله دشمن نمیکند. ولو کان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، حتی اگر آن کافران پدرانشان باشد یا فرزندانشان باشد یا برادرانشان یا خویشاوندانشان، نزدیکان، اولئک کتب فی قلوبهم ایمان، آن کسانی که این کارو انجام نمیدهند، یعنی که دشمنان الله را دوست خود قرار نمیدهند، از دشمنان الله روی گردونن، اگر نزدیکترین انسانشان باشد، یعنی الله ایمان آنها را، دلهایشان را قوی میگرداند، ثابت میگرداند و استوار میگرداند. و ایدهم بروح من، یعنی الله آنها را قوت داده است، آنها را با دلیل، با نور، با هدایت قوت بخشیده است. در تفسیر این قول الله سبحانه بروح من، با روح از جانبش، گفتن که روح معنیش نصرت است، یاری است، گفتن قرآن است، گفتن ایمان است، گفتن رحمت است، گفتن جبرائیل است، همش به معنی نصرت است. پس هر کسی که دشمنان الله را دوست خود قرار نداد، با دشمنان الله دشمنی کرد، اگر چند نزدیکانشان باشد هم، البته که نصرت الله بر بالای وی میآید. و یدخلهم جنات، با این بسندگی نیست، باز الله سبحانه و تعالی آنها را، آن کسانی که دشمنان الله را دشمن قرار دادن، دشمن دانستن، آنها را به بهشت‌های جای می‌دهد. جنت جمع است، یعنی بهشت‌های گوناگون، نه تنها یک بهشت. تجری من تحتها الانهار،
که از زیر این بیشت ها، از زیر درختان این بیشت ها، از زیر این قصرها جویها و دریاها جاری می شود. خالدین فیها، که در این بیشت ها جاودانه و باقی میمانند. این تأکید است، تأکید نعمتی که الله برای این طایفه در آنجا نصیب روزی میگردند. رضی الله عنهم، الله از آنها راضی شده است با سبب اطاعتشون در این دنیا از الله و رسول الله. و رضوا عن، آنها از الله راضی شدند با سبب وارد کردن الله آنها را با اطاعتشان بهشت. اولئک حزب الله، الله فرمود، یعنی آنها جندی الله هستند، حزب الله هستند، یاری رسان الله هستند، دوست دارنده الله هستند. حزب یعنی گروهی که جمع شدن، یا گروهی که جمع شدن این را حزب میگن. آنها به حق جمع شدن، نه به باطل، چون حزب‌های باطل خیلی زیاد است. حتی حزب‌های اسلامی هم حزب‌های باطل خیلی زیاد است. اما حزب حقیقی این حزب الله است که بر حق جمع شدن، آنهایی که در راه الله و راه رسول الله صلی الله علیه و سلم را راست قولانه، راست قولمند گرفتند، پیشه کردند و استوار در آنجا قرار گرفتند. الا ان حزب الله هم المفلحون، یعنی آگاه باشید رستگاری حقیقی کسانی هستند که آنها حزب الله هستند. مفلحون از جمع مفلح است، یعنی فلاح، نجات و پیروزی و کامیابی برای آنهاست. این آیه کریمه علمای تفسیر می‌فرمایند که اساسی براءت، یعنی بیزاری از کفار و اولیا و کسانی که کفار را دوست گرفتن میباشد، حتی اگر نزدیکترین خویشاوندان باشند. و سپس فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، سوره مائده آیه 51. هر کسی از شما اگر آنها را دوست بگیرد، کافران را از آنها شمرده می شود. و این محبت و دوستی و یاری رسانی کفار می تواند ارتداد، مرتد شدن و از اسلام روی گرداندن هم باشد. پس این آیه کریمه نشان می‌دهد که ایمانی حقیقی با محبت و دوستی با دوستان الله و دشمنی با دشمنان الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. و این آیه کریمه نشان می‌دهد که ایمانی حقیقی با محبت و دوستی با دشمنان الله و رسول الله یک جا شده نمیتواند. و شخص مؤمن دوستی را تنها با الله، از برای الله، از برای رسول الله با اهل ایمان میکند. اگر هر کسی که دوستی و پیروی رو از اهل کفار کند، در آیه که سوره مائده آیه 51 که خواندیم و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کسی که از آن با آنها دوستی کند از زمره آنها قرار میگیرد. تأکید شده است که چنین شخص از آنها حساب می شود و این می تواند باعث کفر و ردت قرار بگیرد. پس ایمان تنها یک کلمه نیست، بلکه باید در محبت، در دوستداری و در دشمنی با کافران همراه عمل ظاهر گردد. مؤمن حقیقی کسی است که محبت برای الله می کند، نفرتش از برای الله است، دوستی از برای الله است و دشمنیش برای الله است. الله تعالی می‌فرماید یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان. ای مؤمنان، سوره توبه آیه 23. ای مؤمنان، اگر پدران یا برادرانتان کفر را از ایمان بیشتر دوست دارند، آنها را دوست و همپیمان نگیرید، با آنها دوستی نکنید. پس معنی محبت با دشمنان الله، هر کس که با پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت میکند و الله را یگانه میشمارد، بر او حرام است که دوستی نماید با دشمنان الله، آنها را دوست بگیرد. پس موالات، معنی موالات نه تنها دوستی است، بلکه معنی محبت، پیروی، اطاعت، اتحاد و قانع شدن با راه و روش آنان را نیز در بر میگیرد. منافقان با همین امر فاش میشدند. دوستی با کافران با همین امر منافقان فاش میشدند، چون آنها ظاهر اسلام را قبول کرده بودند ولیکن با کفار دست داشتند. پس حقیقت دوستی در اسلام این محبت و دوستی با اهل ایمان، با اهل توحید است. بیزاری و براءت از اهل شرک و کفر است. پس قرابت، نزدیکی، خویشاوندی در اینجا عذر نیست. حتی اگر دشمن خیش نزدیک هم باشد، دشمن الله ولو کان اقرب قریب گفت، گرچه نزدیکترین قرابت باشد، تأکید میکند که ایمان از خویش تباری بالاتر است. توحید و اسلام از خویش و تباری رابطه‌اش قوی‌تر است و توحید بنده کامل نمیشد مگر با این دو رکن، محبت با اهل ایمان و اهل توحید، بیزاری و دشمنی با اهل شرک و مشرکین. این رو معنای الولا و البرا میگویند که این از لازمی های توحید به شمار می رود. پروردگارا ما را از اهل توحید، از اهل محبت بر اهل توحید و ایمان قرار بده و پروردگارا بر ما توفیق بده که اهل عداوت حقیقی برای اهل شرک قرار بگیریم. پس اصل سوم ما را وادار میکنه که توحید تنها با محبت به اهل ایمان است و بیزاری از اهل شرک کامل میگردد. پروردگار ما را از اهل توحید قرار بده و از اهل کفر و شرک و ضلالت ما را نگاه بدار. محبت اهل ایمان و عداوت دشمنی اهل شرک، پس این است آن علامتی که
اگر انسان موالات کامل، دوستی کامل با اهل کفر داشته باشد، می تواند انسان را از دایره اسلام خارج نماید، با دینشون راضی شود، آنها را با دین مسلمانان کمک نماید، خبرهای مسلمانان را پیگیری کرده به آنها بدهد. به درستی که این کفر صریح میگردد. پس این آیه مبارک برای ما درس میدهد که ایمانی حقیقی بر ولایی که دوستی که با اهل توحید با الله، با اهل توحید با رسول الله اساس میفته است و براءت با از اهل کفر و ضلالت، اگرچه نزدیکترین شخص باشد. پروردگار ما را از اهل حزب الله، حزب خودت قرار بده و پناه میبریم از حزب شیاطین شدن، چون که حزب شیطان ها امروزها خیلی زیاد شده هستند. با خودشون از زینت میدن حزب های اسلامی میگویند از تمام نوعهای حزب پرهیزگاری نمایید. تمام نوعهای حزب، هر کسی که خود را حزب نامید و پرتیه کرد بدونه که وای در راه ضلالت است، از اون فرار نمایید. پس در آخر ایمان تنها کلمه نبوده است، بلکه باید با محبت و دوستداری و دشمنی همراه عمل ظاهر میگردد. پس مؤمن واقعی کسی که محبتش برای الله باشد، نفرتش برای الله باشد، پیرویش از الله باشد و روی گردن از اهل شرک، از اهل ضلال باشد. بارک الله فیکم.